متاسفانه یا خوشبختانه امروز میخوام 4 تا از باورهای سمی که سالهای سال دارم به خورد ما خانم ها میدن رو با شما به اشتراک بذارم و انتظارم اینه که بعد از شنیدن این 4 تا باور محدود کننده در مورد خودمون خانم ها هوشمندانه تر در برابرشون واکنش نشون بدیم. اولین حس، دختر که ازش صدا نباید در بیاد. 1. انتظار نادرست جامعه از ما زنها برای اینکه ساکت باشیم و بی صدا و هیچ جا نظرات و ایده و عقاید خودمون رو نشون ندیم. 2. شوهرت اگه گفت نه باید بگی چشم. این یه نمونه از اجبار به تسلیم و اطاعت محض در برابر شریک زندگیمون هست که میگه باید بپذیری بیچونه چرا. 3. یه بچه بیار باهاش مشغول شو، سرگرم اون شو. داره به ما خانوما میگه که ببین این که بخوای به خودت بپردازی این غلطه ها، تو وظیفت اینه که مراقبت بکنی از دیگری، یا بچه یا همسرت. 4 مورد میگه که به خودت برس وگرنه همسرت چشش میره دنبال زنای دیگه. داره تحمیل میکنه زنانگی رو بر ما، جوری رفتار کنیم، جوری بپوشیم، جوری بگردیم، جوری به خودمون برسیم که مورد توجه و رضایت مردمون باشه تا بتونیم برای خودمون نگهش داریم. عزیزای من بدونید که نگه داشتن یک مرد و یک زندگی با اینها نیست. با دونستن 4 انرژی زنانه‌ای که در زنها فقط وجود داره و اگر بالانس و بیدار باشه چه ها که به دست نمیارن خانوم ها. اگه میخوای بیشتر بدونی من در کنارت هستم با عشق. تو هم برای اینکه بهتر خودتو بشناسی و زیباتر زندگی کنی حرکت و اقدام کن.